سلام. باز خوشحال شما رو که منتظر که فرصت وجود یا فیسبوک همدیگر رو بگیریم. این روشی شما بهتر بازی بهتر که برنامه سراغا انجام بگیرید. چند کنیم تو کدی از سراغا بابت هم احساس واقعا من باید شروع مهمان گردیم مرسی فرصت این برنامه چند بند کنیم. یکی که در مورد کمی خبر می‌کنم تجربیات و چطور من به نویسنده علاقه‌مند بودم و چطور کتاب چاپ شده و در آخر به سوئدی یک کار خیلی مشکلی چون رقابت بین نویسندگان سوئدی خیلی زیاده و جدیداً یک جایزه خیلی مهم ادبیه که در از چوب‌ها واقع مسابقه هست برنده مسابقه آفتاب میگه چطور بود اتفاقی که شد دلیل نوشتن چیه بعد کمی دیشت نمونده تو بچه اصلا ماشبات می‌بینید بچه باید دید داستان دیگران اتفاقات نشونه برای ماشبات مردم چون بچه شیار ماشبات بنویسید تویش بکنید آمش بکنید و چونش بکنید و در مورد نویسندگی که تجربیات من چیه چطور یک نفر نویسنده بودی تو نویسنده ایسا ببین خیلی خب الان شما الان صدا بهتر بود کم میگه در مورد مشکلات نویسندگی رو خبر میکنم مشکلاتی که سر راه سخت هستن و در آخر هم یک کورس تمرین با هم دیگه تمرین نوشته کنیم بعد ساعت آخر هم بدون روتیش میتوانه بشکنم البته همیشه هر وقتی میتونم من قرد من وقتی در مورد نویسندگی خبر کنم به قول یک دوستان مثل یک دختر که 13-14 ساله‌ای که عاشق بوده تو هیجان زده اینکه من قرد بوده اول اینکه قرار شده بوده که وقتم حواسم به باز اگه خبرم کنم قرد میتونم سوال بکنی حتما من مثلا یارشهرم تا 18 سالگی یارشهرتون بعد به دلیل ازدواج و خاطر عشق رفتم سوئد و الان دقیقاً 22 سال که سوئد نشدم دو تا کسانی زدم هستند و سال اول که من یه تئوری کشوری تمام وقت تو انرژی مردم بود یادگیری زبان جدید رو بوده دنبال کارگشتن و تحصیلی کردن کجان رو بوده و همین دلیل 10 سال اول عمرم در سوئد فقط مثل یک جدی همش در حال یادگیری زبان و تحصیل و کار کردن هست بعد که تمام کار رو بودم پرستار رشته تصدیقی رو با تو شروع به کار رو تو اولی چوک و تو به نیویورک ناگهان احساس کنم که الان وقتی که فکر میکنم که بسیار موقع چی گفتن چون تمام این کارها یک جوری وظیفه بودن ایشی که درس بمان مجلسی میگه رو کار در میگه جو کمک خرج دوان و بعد جامعه فعال بود و سعی بکنم که یک نقشی به عنوان یک انسان در این جامعه من ببینه تمامشون وظیفه هم که از دیگران یک جورایی به آدم دیر منطقه من او آدم که اولی صحبتونه انگار تو میگی متولد دوباره و برگشتم تو چوبی و احساس کنم من چی رو چی چیز آرزو مانه بود و خیال کردم که من وقتی چوب دادم 10-11 سال من زمانی هست که دیگه دخترها به سن بلوغ برسن تو
بالاعتبار هتلویت وارد یعنی دوار نمیده زمان روز خیلی شد که من یادم یک کوچه من داشت بازی من داشت آدم جیرفان هم کلاسیان هم ساختار مثلا من قایم داشتم سواری بلده خب ما یه تو دست دیگه کوچه دیگه چوب بود دادن یکسایی هستن که یه دختر من همسه من سرش بود تو حساب خیلی جدی ادامه داشته ولی من نیاز شده که کوچه رو چوبکان رو بازی میکنم همون لحظه من یادم که این حس خیلی برای من سنگینه که دیگه الان من جنین دارم و من همون حقوقی نیستم که یک بچه توی کوچه هسته میگراد مسترین رفته به کوچه تو دوچرخه سواری مسترین دوچرخه یعنی تو داشت دوچرخه سواری کنم باش شدت عصبانی رو و همیشه باعث میشه که همین ناعدالتیان یا روی باعث کنم من شروع کنم بنویسم ولی خود احساس کنم شروع کنم بسیاری داستانم و شروع کنم نوشتن اولین مثلا رمان که در یه دکتری که تصادف میدیم که تو ما دست دادم تو این دکتر قبل 8 ساله با تصمیم بگیم که بدون اجازه مستریان و مردینان جامعه و خانواده دل دوالمت زندگی میکنم و ایشی با مخالفت مردینان فامیل و طایفه روبرو میکنه اما یک چیزی که هستش شد که خب هیچ کس نیست در زمان ما و همدت هم در اکثر بلوچستان شهران و روستانان گروهی نیستن مثل گروهی که شما که خیلی با ارزشه معلمی نیستن که این نیاز بنویسه رو بگیده یا مستری نیستن که این نیاز بنویسن تشریح بده یا اعتماد به نفس در وقت نیستن که فکر کنم من میشه رو من تمام بکنم میشم پس من بنیان بود و دارم تو دیگه دوباره به این موضوع فکر رو نکنم که زمان پیچا کن به دانیت دنسوله و یک نویسنده کرد که من نام به خود میشه که من شما تمام تلاش رو که نویسنده معبیه نویسنده معبیه آمو که فهم و تو یک شخصیت رو دشونی سر خیلی دارم دارم خیلی شما درگیر و دولکن نیستن و تو شما نویسنده بید ولی اتفاق یک به من که همون موقع که نسبت جدی به این رویای نویسنده بودن فکرم خود و احساس که یواش یواش آرامارا همین شخصیت هایی که من دیده دارم اکثرا هم که بلوچستان اتفاقاتی که بلوچستان کرده دارم شاید یاد گرفتن نویسنده خیلی من خبر خیلی من اذیت میکنم دوره اصلا بود که التماس میکنم من بنویسم بخاطرش که خب یک کار تمام وقت که من هستم و من پرستار و سنگینم بردیم چوبان هستم و مردم اصلا کاری که دیدیم رو باعث استراحت بکنم با دوره رو سرکار من که همش اون آگاه بودیم و بنویسیم و خیلی دوره سنگینی است که یک جورای احساس کنم انتخاب من نفت نویسندگی بیشتر نیاز درونی من و حدودی 11 سال پیش از صورت جدی شروع کنم نویسم و کتابای زیاد در مورد نویسندگی تحقیق و شروع کنم به تحقیق در موردش بزنم یعنی چطور بوده نویسنده ادامه اگه اجازه بده من یک صفحه‌ای از این کتاب باش میکنم این کتاب نام است این سو و آن سوی مغز مال آقای عباس معروفیه آقای معروفی نویسنده کتاب معروف به سمفونی مردگانه حتما شما نامش بوده و الان در عنوان کنته و کلاسای نویسندگی بوده 2 سال من شاگرد آقای معروفی تو هر هفته اوایل بعدی 2 هفته بار مرتب ما داستان نوشت و وارد سر کلاس و نرد داستان ما من خیلی چیز از چی مردیادیه اول هر چیزی که یک نویسنده اول کودک درون و ما نویسنده‌ای که در درون ما شما هسته همیشه که باید خیلی مواظبت کنیم
خیلی حواسمون به مثل چوبی مواظبتی میکنیم و بعدم خیلی درس انسانیتی داری آقای معروفی، خیلی درس انسانیت ما جایی یاد بگیریم. مثلا که یک نویسنده درد جامعه باید بگیم، نمیگه که من بیام شبانه روز در مورد چیزایی که درد آن ملت هم بنویسم. در دفعه من باید درد جامعه مثلا من یادم خیلی چوبکتان این تصاویران هستن، شاید یکی که نویسنده در اون قوی شاید برم مثلا چوبی یک فامیل دکتر بیاد که کلیای کارن رو نیاز به دیالیزی هستن و رفت زاهده و دیالیز میکنه بلکه امکان مالیش نیستن و تصمیم دیگر منتقد بگن که دکتر رو برای دیالیز نتون رو زاهده و خب نتیجه چیزی بعد از چند هفته میرید و خریدش این قیافه دکتر رو نتون پیدا کنم چند ماه دکتر وقتی که ماهی داشت در تمام یعنی شاید صحنه‌های بسیار وحشتناک بسیار صحنه‌های غم‌انگیز و دردناک یا اینکه همین مسئله گازوئیل کشی که سیستان بلوچستان باعث بود که مشمه عزیزان یعنی خانواده این نهیمه که یک عزیز و دست نداد به احتیاجی و بیکاری و تمام این اتفاقاتی که در جامعه دیده. خلاصه من فکر کنم یک نویسنده باید تو شد میگیم. خب حالا یک سوالی هست که همیشه جست کنم که کی تو نویسنده بی آیا کافیه که در استعداد ببینه و آیا طریق که استعداد نیسته تو نویسنده ببینم چی مطلب به آمد نیستی گروه اصرار دارند که هر کس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد میتواند نویسنده بشود. آفریدگاری را باید از گروه‌ها به زیر کشید و در اختیار همگان قرار داد. بعضی بر این باورند که انسان باید از استعداد و بلکه از موهبت الهی برخوردار باشد تا داستان بنویسد. کار هر کس نیست. نویسندگی نیاز به یک جنم ویژه دارد. همه آدم‌ها نمی‌توانند نویسنده شوند. اما من به جوهره اصلی 1001 شب سخت وفادارم و معتقدم در یک داستان نویس حتما یک شهرزاد زندگی می‌کند که دلش می‌خواهد قصه بگوید و بلا از مردمان بگرداند. هر کسی که می‌تواند چیز بنویسد لزوما داستان‌نویس نیست. نویسنده با بودن نسبت ندارد بلکه با شدن باید نویسنده بودن کافی نیست، نویسنده شدن مهم است. ایشی من باید تجربه باشه که من نویسنده نهتون تو نویسنده بودم چون که من همیشه این کلاس متوجه بود استعدادی که این شاگردان هستن این استعداد من نیستن یعنی شما هر موضوعی که یا داستان خود شاهکاره اما من هر چیز رو درجه داستان نبود یعنی همیشه جا کار لنگم به همین دلیل ما خیلی تلاش کنیم تحقیق خیلی پیچیده‌ای رو تا بفهم چطور نویسنده دارم و هرچی من تو هم نویسنده باید که همین نیازه که باید من دردی که در درون من هستم بگوشم به دنیا اعلام میکنم ثبتی بکنم یعنی کتابی بکنم که به معنی بیادگار باید هیچ نمیشه که ما ندارم که مثلا در بلوچستان اتفاق کردن مثلا مدرسه کتری هسته مثلا چوکان باید این راه بره من تا روستای بعدی برای مدرسه چی نیازش شدید من دیگه چیزی هم که آقای معروفی من بلد بود شاید که همیشه باشتیم روزنامه گواه وقتی کتاب انسانی یک اثر هنری قوی مانی بیادگار و سالها بعد مجموع بانیه مثلا کتاب سمفونی مردگار بانیه و آیدینی که یک داستانی حق زنده با ما شما یعنی که مثلا تکمیل خانده آیدینی هسته کوچه یک آیدینی بوده که فدا بوده و ایشان بیادگار بانیه و سخت دارم
خلاصه من شروع که بنویسن اول کتاب من شیرین بهار به ایران شهر میآید و خیلی افتخاری که بودش که نقاشی کتاب باید امین عزیزی دوستان که مال فراخانه کشیدن این نقاشی قشنگه دوست هم ملیحه دلواری کشیدن نقاشی خیلی قشنگه چه اولین کار رو باید کنم که مواد چاپ و بعدها کتاب همین کتاب اضافه کتاب محفظه جان نشودی دانشگاه سالا رو باید چاپ کنم اما کتاب سوئدی چیزی که من یادگیش که شاید رقابت خیلی زیاده باشن که از هر سه تا سوئدی یک نفری رو نویسنده از بس که شما کتاب بخوندن از بس که عاشق کتاب بخوندن یعنی خصوصا اول که من یک تلفن سوئد مثل 2 سال پیش شکایت دیده مترو که قطارا روشون نشته تمام تقریبا کتاب دست داد یعنی پیر و جوان چون کتاب دست کتاب شما اما بدل بود کتاب به گوشی به گوشی بدل بود اصلا ولی باز هم ذکر که این در افزارهای فروش کتاب قویان این که مشترش هستن که یا مشغول کتاب گوش دارن یا کتاب کنن حتی تلویزیون و چیزی که من یادگیرش این که باز باید بنویسم باز باید روانم یعنی هر کتابی دست نویسی روانم تا بفهمم که نویسنده دیگه چون گفتن همینگوی چی گفتن فاکنر چون نوشتن یا مثلا کتاب رو که متنفر علی از کارم به هم با دکتر خب ایش چی گفتن من کار میکنم یا همچین کتاب رو که چه شاهکاری دید بعد از الان دقیقه رو بودن 45 سال پیش کتاب چاپ بوده هنگاه این کتاب جز به بستسلرها به فارسی چی به بلوچی چی پرفروش‌ترین کتاب‌های ایرانه چی باعث این کتاب بمانی ولی خیلی از کتاب‌ها گار و میلیار و هیچ که خیال نکنید حاصل در مورد چیه پس خیلی واقعا خیلی نویسندگی من اوایل فکر می‌کردم که مثل همینگوی وقتی نویسی هم اولین چرت‌نویس یک شاهکار بزرگی بعدا یادم میاد که نخیر با قول آقای همینگوی اولین چرت‌نویس هر نویسنده آشغال یعنی یک آشغال تمام‌انوعی و در بازنویسی بعدی تو متوجه بودن چه چیزایی تو نه اضافات چه چیزایی بین ببره و پاک بکنم به انگلیسی باشن کی یور دارلینگ یعنی توی صفحه نوشته که تو باید خیلی دوستی دارن مجذوب بیتی هنر نویسندگی و مجذوب بیتی قلم بوده کلماتی که استفاده بوده اما توی داستان کار نکرده پس تو باید آیه بکشه باید پاک بکنم از داستان یواش یواش که من ایشان دستیادگی همزمان هم داستانانی که نوشته سریع به تمام ناشرش سوئدی اومده و منتظر تا که سریع تماس بگیرن باشن شاهکار بزرگ شما ما دید و آفرین و ماشاءالله و منتظرین که بانشی بودیم چاپ بکنیم که بعد دیدتون که یواش یواش نامه یه فیلم هم که میتی داستانش بودیم ولی ما علمان داریم مرسی ممنون امیدوارم داستان بعدی شما رو بکنیم ناشرم جواب قلب ببینی شاهکاران که بعد یشه برای اون که تمام نویسنده‌ها یک جایی نامه‌های رد ناشرانش کردن و چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که این راه برای ناامید نبود چون خیلی راه سخت و دراجی یعنی الان که یه دوره‌ای هسته با وجود اینترنت و فضای مجازی و خصوصا اینستاگرام و تیک تاک یک تصور خصوصا به مشکل چوکان در که فکر داره همه چی باید چکایی یعنی در عرض یک ثانیه انجام بگیم مثلا من الان یک پست دیگه به اینستاگرام همون لحظه لایک بگم یک همچین موضوعات چیه ولی بنویسید و من گرد خوشحال اون نتیجه بهتون گفت ولی نویسندگی من تو نتیجه برای چی نگم ممکنه 10 سال بعد نتیجه بیه یا 11 سال بعد ممکنه پیروزی یا ممکنه نتیجه من رسید تو نویسیدن بخاطر دیگه وقت باید تلاش کنه که نویسنده باید ممکنه تا
ممکنه میبینی داستان ارزش شما کنید میشه ما واسه باید تکرار کنم و چیزی که الان کمتر دوره ما این چیزه این کتاب خیلی در ایران محبوب بوده که من گرفته همیشه چهارمی خیال بکنم که کار امیر دیوود چه که مهمه که ما شما الان هی داریم به یاد البته مخصوصا دوستان سراغانی که خیلی درسوانه مشهورتر ایشی که دانم که درسوانه چه که سخته که نویسندگی یا مثل درسوانه یعنی کار همیشگی و هر روزه پس نویسندگی چیزی مثل درسوانه باز ایران رو بکنم شما خیلی همه مثل این چوبان ما ایده به آجان میرسیدی که متاسفانه فضای مجازی و این گوشیان یعنی تمام وقت چوبان گرفتن چند ساعت مدرسه و خیلی از مدارس اجازه هست این گوشی استفاده کنن سر کلاس هم برای من یه شوکی هست که سر کلاس من معلم دارم درس دادم اون چوبانش گوشیانش و درس دارم یعنی بعد معلوم گردی که همش معلومات چوبان در توی سواد چوبان سواد مقام نویسنده که زبان سوئدی خیلی پایین و پایین خلاصه کار امیر خیلی به من کمک کرد که یک سری ساعت‌ها کاملا مچی و بودن و خانواده سنی کنم باشم خدا کنم من رفتم بالا برای نویسه و اینترنت اصلا به بند فقط امیر برون که وقت داستانی که دارم نویسم و برنامه‌های زیاد هست هم نرم‌افزارها خوبی هسته مثلا پرومودورو یک ساعتی که 25 دقیقه‌ای شما را کوکی کنید 25 دقیقه امیر کار کنید 5 دقیقه پاوز گرفت زن تفریح بگیرید و دوباره 25 دقیقه کار کنید ایشان خیلی میتونن کمک بکنن به ما شما در دوره‌ای که این همه چیز داریمش به حواس پرت میکنه این همه چیز میشه توجه بدید باز خبرم ببخشید یک آخرین چیزی که لطفاً باشید هرچی با شما باید بنویسید هرچی شما که سراغان این کار با ارزش خودتر که کلاس نویسندگی رو بشه هرچی با شما شکل جمعه بجاشی که کلاس آمده بیان بیچاره و چیپس بورین و استراحت بکنید دو پرتی بورین خانه خوش بکنید نشته یه در نویسندگی تا بکنید هرچی مهم من بسید از باشم ایشون که ماشون باز داستان زندگی بنویسیم ماشون باز خبر باشد ماشون باز داستان هست برای پیش دارن به دنیا یعنی داستان‌هایی که جهانی کنن که دنیا لوکی بوان میده یا داستان‌هایی که کسته رو دارن که فیلم دارن ماشون خیلی خبر هست به دلیل زندگی که ما شما رو دلیل اتفاقاتی که ما تو زندگی ما داشت مثلا همه ویدیو کلیپی که فهمیده در مورد گازویتیچی که خواننده واجه شبیر سعیده اگه اشتباه نکنم چیه شاهکاری به نظر من یعنی شیء دیگه کسی نتونه بشه به جز اینکه تو وقتی برای چی ببینی ایشی که دیگه ببینی داره پرماشمان نیاین این کلیپ ها رو خیلی بکنن یعنی ما اگه بلوتون باشیم که خب نویسنده‌ها بزرگ هستن فارسی زبان خارجی بیان درد ما رو بنویسن نتونن در ما رو بنویسن و نکنن میگم که هدفان بزرگی من نیازهای بزرگی من برای نویسنده کتاب آفتاب حقیقی که اجازه به من بگوشم بیارن من همه کتاب بیارم بجز کتابی که باید بیارم دختر کنه باشم که کتاب بیارم زمانی که این کتاب آفتاب حقیقی نوشت داشت نوشتم و تمام دوران کودکی نوجوانی و بزرگسالی من همیشه یه موضوع فکر کنم چی مجموعه صدا و سیما این که ماشما رو تو سیاه
پیش داشته به قوت هموطنان ماشما و به دنیا. ماشما همه چیزای بعد از ماشما و در سوئد یه دونه همین ترسیده هستن دست دارم جایزه نمیده و در سوئد باید تو قشنگ همه حالت هستن تبعیض برای مهاجرین. ما یک مهاجریم ولی چوبان متولد ادامه ولی این شاگردان هم که این چوب به دنیایی هستن این پروز که موانتانش از متولد ادامه شب که اکثر حقوق‌های استکهلم مثلا هستن فقر خیلی خانوادگی بیشتره، تحصیلاتش کمتره، امکاناتش کمتره و همین تبعیض هم ادامه و همین سیاه‌نمایی هم ادامه هستن برای همین گروه. یعنی هر بار یک جای قتلی انجام میدیم و قاتل خارجی میدیم نامی اعلام یک جایی دوباره دست کرد میشن که از روی که مهاجرین یفتن از سوئد قتل زیاد خشونت زیاد بوده یا اینکه تمام مهاجرین مردیان بهش تجاوز کردن یا اینکه ما مهاجرین بیکار و اغلب یفتن از دولت سوئد نام داره. ایشان خیلی زیاد بطن و جالبیش این که قانون این مملکت اجازه ندن که تو بچه کمک کن بکنی راسیسم که این تبعیض تو علنه آشکار میکنن. نجات پرستی ممنون که نجات پرستی تو علنه بیای باشه، یعنی بیای به عنوان کارفرما علنه در بین مومینی مردویت میبینی تجربیات اچار کسی که تقاضای آکاری داده و سوئدی خیلی مخالف داره قانون اجازه ندن بشان ولی هستن دیگه نجات پرستی خاموش بشن خیلی زیاده و چی باعث همین ناامیدی که من جوانان خصوصا مردیان دید بلوچستان این هم هست این جوان‌ها هر وقت مطابق قانون معلم خوشو بشه درس نمانی میشه فایده چیه؟ دوباره کار نداره یا اینکه معلم نداره که شما استخدام نکنده یا چی ما نتونه اعتماد به نفسشان نگرد که میگوشت شما نتونه خلاصه مطابق کنان این کتاب رو نوشت در مورد سلمان یه بچه لوحی که از خانواده بلوچی مهاجرت قومه استکهلم زندگی کرده و اما به دلیلش که خانواده تازه وارد سوئد دست یعنی جا نکرده به جامعه سوئد سال طول گشت که یک خانواده مهاجرت کرد جا به دلیل بگیرید که مملکتی و همه امکاناتی ببینید که یک خانواده سوئدی یک خانواده سوئدی و استاندارد چیه که سال یک خطوط سفر رو به کشورهایی که آسان هسته و هتل روند و بهتر نوشیدنیان برند و غذا لذت برند از زندگی یک دفعه تا دو هفته خصوصا به دوران کریسمس که خیلی تبار دوش وقتی انگار نتونسته همچی جای خانواده امکان نداره به همین دلیل خواهش کردن تو خانواده کنان و تجربه کردن یا مدتی پس اندازون بکنن تو یک سفر یه هفته بکنن به اسپانیا تا اینکه هم هتل ببرن تجربه بکنن هم از آفتاب لذت ببرن اما چند دو هفته قبل از ایشی که شما به سفر بکنن یک تلفونی از بلوچستان گرفته عمه طلوع سلمان دچار مشکل بوده و لازمه که نیاز به کمکی هسته و به همین دلیل که خانواده تصمیم بگیریم که سفر به اسپانیا کنسل بکنن و به بلوچستان بکنن و خب سلمان خیلی سلمان خیلی فوق داشته بود که دوستان
بلوچستان که ما هم داریم به اسپانیا و ما داریم به مسافرت در اولها و بالاخره پرواز میکنیم خیلی عصبانم یواش یواش سلمان توجه به جریان چین و سلمان و ما توبتی به ایران و بعد بلوچستان سفر کنم. این دلون راجب که هم یک چهره دیگه، چهره روشن‌تری و چهره درست‌تری از مهاجرین در سوئد بدارم. اگه خانواده مهاجری که عاشق همدیگر خانواده مواظب همدیگر مواظبت کنن، همدیگر دوست دارن و یک چهره دیگه از مشمه مردمان. چون ماشما نه که فکر بکنیم ما و اون بلوش برترین یا بهترین چیزی مردمان، ولی ما خیلی زیاد خصوصیت‌های خوبی که فرهنگ ماشما هسته خب خیلی جان نیسته. مثلا چند روز پیش ما داشت خبر کنم در مورد میار جلی که در بلوچستان هسته، مهمان نوازی که در بلوچستان، قریب دوستی که در بلوچستان هسته خیلی فرهنگ نیست. و یک موضوع دیگه که برای خیلی مهم است کتابیت و ما بعدا به لطف فضای مجازی و شما عزیزانی که فعالی و مطلب نویسی و فعالیت که در منطقه ماشما چی برای جالب بود که این مسئله فعالیت گروه‌های خیریه در بلوچستان که خیلی از بلوچستان از این موضوع مارد من همیشه فکر کنم که هر کمکی که به مردم میده باید ببینید خاطرش که خیلی مردم نیزا هستن که هیچ انگار که هر چیز مانوزی کم نده. اگر یک مدرسه بچه کنده خدا خیلی بدن، اگر یک کتابخانه بچه کنده واقعا دست در نکنه. ولی این مسئله خیلی به اقتضا کشف میشه. من یاد سال اولی که سوئد من یک کلاس جامعه شناسی که خدایی هیچی از خبران معلم متوجه نبود اصولی مثلا خوبه ولی یک چیزی خیلی خیال دارم چی در آمریکا خبر بود. آمریکا به این دلیل که این سیستمی که مثلا سوئد هست که یک بیکار حقوق بیکاری یک مریض حقوق که مریض اعتبار نتون کار بکن این سیستم ها نیست و بیخانمان ها زیاد هست یک کشوری مثل آمریکا. خب چون نمیده به جایش که دولت وظیفه این مردم ها رو کمک بکنده یک سری آدم خگه پیدا میده که خصوصا جنینان پولدار مرفه آمریکایی که تو وقت توان هم تو کار خیلیه کنن و خیلی خیلی زیاد به این موضوع نقدی بستن باشی که این خانمی که داید کار خیلی که حتی بسیار فرشته ایران و بیخانمانه و تو محتاج همچه کسی دارد در حال که از اشتباهه باید یک دولت ببین که از چی آدم مواظبت بکن که مشکلاتی آدم رسیده نه که آدم های معمولی یک جامعه بیان نقش فرشته بازی میکنن. این موضوع خیلی بحث بیده خیلی جالبه برای من که شما خیلی در مطابق کنیم و درد من هم بود همیشه بیده که ما بلوچستان همیشه چطوری بوده که اگه ما هیچی هم طرف دیست کتاب میارتر بهترین جای دوار حتی اشتراک برای مهمان بهترین مزار برای مهمان اشتراک همچین آدم های همچین خصلت های مفعال هسته آقا الان به دلیل این شرایط موجودیت کاملا فرمول عوض بوده به همین دلیل محبوب که 16 سلمانه بلوچستان به روستای زندگی کرده به هیچ عنوان نبود حکومت سلمان رو به دنبال کرد و خشمگین عصبانی از ازشون بلوچستان به این نیچی که چون رطوبتی قهرمان بودی نوبت روی قهرمان رو برده نه که یک تا سر دنیا جسمت یک دارد مثل یک فرشتی رو ما رو انجام بزنده. این موضوع برای خیلی مهمه اموری که محبول هستند داستان که بیارومی و خیلی خوشحال بازی این اقامت امور محبولی تو خیلی لذتش باشی کوتاه کنم فقط آخرین مطلب باشم که برای من
یکی بهترین لحظات رو زندگی من از وقتی که چوکانی که امتحان چوکان خارجی چون معلمه ها که مدرسه نوابت چی تدریس بود شما جیه نگهتن دکتر کار چوکانی که مدرس دیارتن برای اول بار خدای من برای اول بار یکی مثل من در کتاب بیارتن کتاب سویتی من خیلی خوشحالم البته یکترم یعنی شخصیت های خارجی زیاد کتاب باید اکثر منفی اکثر سیاه‌روایی و یادم چیلی خانواده مثل توی خانواده غذای بدن به همساله کرد یا مثلا احمد بازار همساله به حال درسته چیش خیلی داشت میکرد این لحظات خیلی زیباست یعنی خیلی چون میرید عشق کمانش جمع میشه برای اول بار ما کتاب دیدیم و اکثر چوکای این دوره تعداد زیادش کتاب نبود چون معنیه یعنی نیاز به کتاب نگشتنیه و احساس که فیلم چاره در تمام استبید ولی بازی بود من اول بار به این کتاب تمام که یک کتاب رو تمام تا آخر وقت بدستم چی به عنوان نویسنده یکی از بهترین لحظات نویسندگیه چون نویسندگی اکثر تو تکنایی لغت نوشته در نویسته و هیچ کسی نیست بجز وقتی تا شخصیت داستانی وقتی که خب زمانی واجب که من قاطی بوده شکل دارشم در مورد شخصیت آمریکا خبر کردم روشان بینید دارم یعنی لحظه شماری کردم که یک ساعت رو بینم یا این دفتر قلم و بدی کامپیوتر فقط بنویس بعد ناگهان کتاب چاپ و بیرون در شما خواننده بگید خواننده هایی که آن چیزی که تو این مثال به زبان کشته گردن تو درک کنم من فکر کنم ولی تمام بگم ببخشید نیستم حسابی در بیام کمی اشمی سوالات جواب بدهیم کمی گفتگو بکنیم ما افتخار رو که با شما هم کلامی خانم ملاحظه‌ای و کلاس تقریبا 4 جلسه برگزار بوده در مقدماتی البته اما متاسفانه به خاطر بیماری اومیکرون اما کرونا یکم که بعضی دانش آموزان مریض بودن و نتوانند شرکت کنند دیگه به قول معروف سوالات آیان باید بیشتر جز کردیم بله خب ما هم دیگه کنه که بی بحر مبینزی جریان در ایران قبلا ها مثلا مجلاتی مثل کودک مسلمان بلوچ یا مثلا کیهان بچه ها یا مثلا مجله روزهای زندگی یا اطلاعات هفتگی چاپ بود که ما اگر چیزی فارسی می‌نویسیم به عنوان همخوانی میشه انتشار دیگه دیم نداد پر روزنامه یا همه مجله و آیان یک سری یوب برطرف کو اما متاسفانه بعد از سال 88 دیگه کلن ما را همچین سازوکار نیست و سنگ محک و معیار حسب بوده تا ایران اگر مثلا مقدورن یک جنسی جای ودی کنی چو خدمت فرانسه به کمک استاد سجاد آقایی یک جای پیدا قابل خیلی محدود متاسفانه باز هزینه بریم به زبان فرانسه باید ترجمه بید تا که او داستان 4 انتبیزاری چاپ کنه و رفع اشکالشان اگر مثلا چی جای ودی کنید ما ممنون شما بینید و معرفیشی دغدغه یکی از دغدغه‌انی دانش آموزان چی ما هستن دیگه به قول معروف و چیز دیگری که هست و تقاضای هست همکاری دیگه ادامه پیدا بکنم ما به قول معروف یکی از چیانی که ما توانه عیب بوده رفت بکنی در تماس بودیم با شخصیت ها کتابخوان و کسانی که اصلا داستان نویسی تدریس کرده دیگه به قول معروف ما در تماس ببینیم
شما گفت که کنار استاد بزرگوار مثل جناب معروفی بوده، انشالله خداوند شفای بده. من چند وقت پیش یک کامنت شوی واجدی است که خیلی نگران بودم، مثل که مریضی بلاشو غالب بود، ولی انشالله که شفا پیدا بکن. خوشحالیم که با کسی که در سایه استاد بزرگواری مثل جناب معروفی که یک داستان نویس احساسگرا به تمام معنا و پخته و استفاده کنه ته کلماتی که داستان جملات جادویی که استفاده کنه ته داستانان و واقعا حزیم با مثلا همین کتاب سمفونی مردگان واقعا کتاب واقعا جادویی و به قول سهیلا میر بلوزی که الان ندارند آنلاین یا نه، سهیلا میر بلوزی گوشی که این کتاب سمفونی مردگانه که نه حتی کتاب استاد معروفی هست باید با صدای بلند بوانید، چون با صدای ضعیف و دلوانه فایده نیست و هر پاراگراف که تمام بود با صدای بلند گوشی به به حالا نزنه آنلاین یا نه. یکی از خصایص و خصلت‌های نویسندگی استاد معروفی این دیگه قول معروف. انشالله در تماس بگو ما بگو که این رفع اشکالان ما استاد نه، ما یک دوره دیستد زیر نظر جناب آقایی دیگه بقول ما شاگردان بند خدا این که گلاشین درس پس دنده و تا همین اندازه امیدوارم که این ارتباط همچنان باقی بمانه دیگه. ایشی دغدغه اصلی ما انتایی چیه خواهش کنم. حتما انشالله امیدوارم همکاری که اصلا شک مکنه من آرزوه که همچین رابطه با ما میده و ما با هم وصل کنیم و خوبه با هم گفت هر جور که دست من برای تو من هستم باید فکر کنم که اگه یک دوستان یا سراغان من استدی بکنیم و این کتاب باید یک جلد دیگه رو شما دیگه حداقل من خیلی خوشحالم که شما دارید در داخل مجموع شما بکنید، چون اتفاقی که کشید متاسفانه اهل ادب به ما جدید درگیری برن تو آیده اچهای کشونه و اصلی مطلب داره اصلی مطلب شده ماشمتن شده بگوشیم که این کتاب شاهکاری نمید این که نزدیک 50 سال ما نمید و شما بچید کلمات استفاده کرد و جملات استفاده کرده بس هستم مثلا این کتاب اصلا داره شده پوشید به من داد من آن لحظه که کتاب من دست پوشیدی در حیال بعد از 5-6 سال و خیلی وقتی اولی جملات رو شما مانده یعنی یک جوری است که ما در یک قرائتش سختیه تو مشکلات خیلی زیاد وقت لحظه هست در یک جمالی انگار که این دوتا مثل یک مناسوی مثل دوتا کنار من نشته ما با هم داریم چایی بزنیم و شما داریم دست میگیم من کلاشه بار به من با حالا اچها سیاسی که من داریم اچها تاریخی و هر انسانی نیاز داریم به یک چیزی داریم که اونها وصل بگید زندگی یک معنایی بشید پیدا کنم و ماشما تبا بیتی خانواده دوست داریم آیا ماشما فرده خانواده و عزیزان یا مذهب تو به خیلی از انسان زندگیش معنا بدن و اچها کوچی نجاتش بدن ادبیات باید من بیکاره ادبیات من بکنم خیلی انسان ها و اچها سیاسی نجات دادن و چون انتخاب برده هم نمیستر یک شرایطی هست که من تلاش کنم نمیستم ولی میگم باید ارزش باید برای این نویسنده در اون وقتی بهدن چند تا چیز شما با در مورد ایشی که برای چاپ آثار الان شده که متاسفانه مجلات و ایشان خیلی دچار مشکلن
اما کاری که اکثر کلاس‌های نویسندگی این موضوع هستش که کلاس نویسندگی فارسی زبان مورد که هلن دانش آموز در طول این دوره یک داستانی از طرح شروع کرد و اینکه ویرایشی که در طول این جلسات سری کارها نمودش کن که به یک داستان خیلی خوب تبدیل بید و در آخر گلچین این داستان رو چاپ کنم. من فکر کنم شاید اگه ما رویه به عوض کنیم شاید سر همچین موضوعی بشه کار کنیم که مثلا 15 داستان از 15 نویسنده سراغانی چاپ بود در اتفاقی شاید رابطه یک دیگه هم در مورد همکاری که حتما یک موضوعی که این واجه واقعا سری کارها خودشیت که این 2 سال که ما بودیم به ما یاد داد ما همدیگه رفیق نمید ما مسابقه در کار نیسته نه بین من نه بین شما بود نشتگی و ما داریم همزمان داستان می‌نویسیم چون که من تو شاهکار رو می‌نویسم تو برای من کمک به من دی شاهکار رو می‌نویسم اما هیچ دنیا ترک نکنید اگر میری داستان چاپ بی بفهمه چی داستان چاپ بده بفهمه که ماشو خودی می‌فهمه و ایش خیلی کمک به نگاه ما به انتقاد نقدش کنن چون که اکثرا سخته نقدش کنن و الان دکترها دارم درس میدن مثلا نشون بزنید چون بیشونیش عصبانی میده که نمیدونی میتوش دارن همش ممکنه این درگیری میبینه و دانش آموز خیلی نیاز داره که هم با عشق هم با انتقاد جلو برو و ایجاد بگیرن و اگر که انتقادان خیلی حرفه‌ای آقای معروفی رابطینی هم ما اینقدر جدی نمی‌نویسندگی چون همیشه باید بود که کسی که یک وقت دادی هر نقد تو مدیون آقای بکنه نه که شاکی باید باشه من شاهکار نوشتم تو درکی نکن اتفاقی که الان کمیت ادبیات ایران من فکر کنم که اکثرا وقتی نویسنده زنن و فکر کنن که شاهکار دنیا درک نکن خب چطور میده که یکی مثلا مثل آقای مندنی‌پور شهریار مندنی‌پور تو یک داستان می‌نویسی در مورد آژانس که جهانی و وقتی یک آلمانی یک انگلیسی یک ایتالیایی درک کنن ولی داستان درک کنن خب یک اشکالی باید یعنی ما هر روز سباق قادریانی باید این نویسنده در اون در پرورش بدهیم اول ما روزی میکنیم که در اون جمعه هر چی روز باید بره کنار یک صبحانه بدهیم بنویسیم خب مثلا چی نویسنده یک نویسنده جمیل هست کمیلا لکبر چه همیشه الگوی و در زمینه نویسندگی داشتی داستان‌های بسیار آموزند که اکثر معترضین باشن هیچ ارزش ادبی نیست ولی این خانم در انگلیس‌ها یک میلیاردی با قلم و شما الان به یه جایی رسته که دیگه نتونه این کاری کنن باعث بود که این همه آدم بیاید کتابا میخونن دلیل چی کشیشی در داستانی هست بشه همیشه این داره میشه داستان نویسی نوشته نویسته یعنی تو باید به نظر داستان تو نویسته کسی نباید تو داستان نویسی و هی میرایی اتفاقی که کفتان ما همش در صبر تحمل ما نیست ما لوگی همین الان اتفاق به همین الان میری داستان کشفی از ناشرای جهانی و چاپ بید تو ما میلیارده تمام ولی اتفاق نکردی برای من دقیقا 10 سال طول کشید که من این ناشر سویدی در میگیرم بعد از 10 داستانی که من سویدی نوشته و تجارت گرفته این داستان قبول بود و درسته به این مطلب برسم که تمام توصیه‌های این آقای عباس معروفی من
که کمکی که وقتی که این داستان به دست ناشر خیلی پسندی بود، خیلی دوستی بود، ولی همزمان ناشر هم داشت که آقای اریک دیکسون نام دید که من بسیار شریفی و عاشق ادبیات زندگی و تجربه ادبیات چی وقت دیدی میشه که من بزرگ تو آماده برای راه طولانی من همگه در حالی که من داستان بارها بیرونش بارها کار بودن 1 سال کامل فقط ازش کار بودن بیرون داستان باید یک لیواستانی که آیین هم انتقام بودن من یادم که قبل از کریسمس هم من رفت که این خانم رو بگه این لیواستانه تمام کاغذانی که یعنی یک این داستان هست کلمه به خط به خطش یک نقطه خط کشته نوشته که یک چیزی اده و ترجمه در اده یک چیز اضافه اده یک چیزی کم بوده و ما بوده اصلا نامید دوست دارم معلوم داره چی به کتاب رو میشه سخت‌تر ولی اگر تو ببینیستن دیده و باز وقتی که کتاب چاپ بود باز 9 ماهی که من ناشر به هم دیگه کتاب دوباره کار کنم 9 ماه فشرده کلمه رو کلمه صحنه به صحنه کاری کن وقتی میشه اقتباسات یعنی هیچ روزنامه‌ای نهست که در مورد کتاب ننویسیده رادیو تلویزیون مرتب در مورد کتاب خودش رو کن چون تأکید معروفش که داستان بنویس که هر چه تو طرف پرچ بود 2 کلمه کن گوش من کنم پرتغال دارم همیشه مثالش دیگر من پرتغال دارم چی داستان بنویسید طرف مجبور بوده پرتغال بگیرد یا تلویزیون هست بگیرد چی بود و بعدش که تا پرید گوش اون چیز رو تمام بود همچه داستان باید بستگی و تمامش رو صبر بود صبر تمام رو باشی که ماشتا زمان باید برنامه‌ریزی بکنیم خاطر به تمام زمینه‌ها هر کسی که داره زبان رو زبان انگلیسی رو کسی که داره برای یک مردم تحصیل کنه وقت عمده و خیلی زمانی که برنده اجازه بود کتاب و زمانی که این مبلغی که برنده بود مخالفتش فکر دیدم که برای تمام ساختمانی که دیواری رو کشیدن یعنی شفا اونها رو داستان تحتیل به جای اصطلاحا داستان نویسی تمام دوستانی که من نزدید زن چیزی کردیم من باشته من کارگاه پسته تمام آرزوهاتی که مثلا از خانواده دوستون یا تفریحاتی که نکردتون دیدم که انگشتی خودت رو پیاده داری برای مانی چک سختی دوران چک زدن دیگه و به راحتی به دست نیاد و شیک نورو نمیشون بزنه که خیلی کار زحمت و شاگردان بزنن که خیلی زمان کنن برای هدف و برای رویا و تلاش کنن باید میگویم که زیاد اهل تلاش و شان نمون و به نیاری کنم لذت کنم سامیه و همین دلیل همیشه من آرزو هست زمانی که من تو کتاب خیلی کردم یک کتاب دارم که ایران شهر هست که اصلا مجدد هم برفتیم تهی و کتاب نایاب است من کتابان را دوستی و جنایی من چون کتاب خانم ما شد بیواب است یعنی که هر دوستی اون که کتابی دستی از جای کتابی گرفت دیگه شهری و کتابی گرفت یافتی ما تکسد بده نوبت ما برسید کتاب رو بیریم معادلی و همیش یک کتابخانه‌ای داریم قیمتنی با کمک این جایزه و ما فکر کردم که این کارهای فرهنگی جامعه ما خیلی لازمه یک کتابخانه‌ای که همه نیازی که کمونی که من اصلا فهمید چون این بحث نباید ایشان باید کتاب رو باید و هرچی که کتابخانه چندش به دنیا باشه
اصلا کاری که شما دارید که مثلا کلاس‌های زبان بلوچی به کلاس هر زبانی می‌رسید یک دنیایی به این پروگرام تشکیل مثلا کلاس‌های زبان انگلیسی خیلی با ارزشن که ما شما بتونید داستان‌ها به زبان اصلی بخونید اینکه ببینید در زبان انگلیسی که داستان‌ها به زبان اصلی آن نویسنده بود ما تو همه زبان یاد می‌گیریم ولی مثلا انگلیسی و امیدوارم هر وقت که چون بود کتاب وانیته این کتاب وانیته بلوچ آیا نویسنده بیتی داستان بنویسید تو به دنیا کشید دارید من دلم چه توانی بار بشکنم سلام، عرض ادب. خوش وجود شما، سلامتید. خیلی عبران شما فرما سکوهشتون شیرینتون ما رو گشتر پایست شنونده ببین چی که حبر میکنیم من دلم چی توانم بشکنم این ازش بزانم تو باید چی که نویستم من در زمینه نویسندگی باز کار نکرده گشتر در زمینه شعر عاشق ادبیات اینو شعر داستان ایشان این گشتر منده تا ایش که بنویستی درد باشه هر چی بنویستی باشه لازمه هر چی بنویستی یه چیزی هم که بین شما گفت آشغالان خب مناتون محل کارم خیلی آشغال باز هست در واقع فاکتور فروشون باز هست که مشتریانش دورده و من آیی زوران نویستم بعد مچاله کردن داریدم چی بر من سگ جالبت و خوشحالن یک نفری که مثلا از آثر دنیا دغدغه‌مند ایدن و چاری لوتی بگندی لوتی ده رشد بکن یعنی واقعا پرمنشی خیلی باشه و خیلی از کسانی که آدم رفتن سوئد یا هر جای دغدغه ایشیش هست که ایده سکوش ببیدیم پرمن سکوش ببیدیم مرسی که هستید مرسی که حضورش هستن خیلی میده تمامه ولی من دستان خالی اکثر این کارهایی که باید باشه دولتی بود که از دست ماهای اینگوری که متاسفانه نبید اکرام نگیده باید یک چونی که ما شما رو بود که فعالیت کنیم ولی دلان کنیم شما و یک دیگه خوب مشترمی خواهد چون زمانی که اکثر بدون کارش کشور دوباره معلوم من دل شما ایده مشخص شد تو باید فاکتورا میگه دو بحثه دوباره یه چیزی که من یادیه و خیلی برای جالبه که تو حضر فاکتور کوشی که ماشینای فیدروتی می‌بیستی دوباره بحانه داره می‌بیستن یعنی یک چیزی که باعثی بوده که مثلا تو دفتر خوشگی بزنی مثلا فاکتور رو بزنی جوروی شاید ایشی که ماشما اینکه ماشما رو منتقد هستن در درون بر اینکه یک ماشما رو نتونن و تو به جایشی که داره وقتی دفتر خوشگله دارم من شون پیش دارم من فقط دفتر مسئله اطلاع و لباسشان نکن دفتر و قلم دیگه تکشان هم نمیم ولی باید مردم دوباره با خانه مثلا باید پاکتا پوستکیه پشت همیشان نمیشون یا یک کاغذ آشغالی پشت همیشی دوباره همیشان نمیشون یعنی زیر ماشون خیلی عجیبه اکتولای ماشون وقت داره وقت داره گوله دومی جمعیه که بگیمیست یک شکلی داستان تو باید بیا مثلا کاغذ حالا سر فاکتوره یا سر یه دفتر خوشگلی و همیشه هر وقت انگیزه نیستن تو حسنه نیسته همیشه وقت همچون بازی بکنه یعنی بازی که نه
یکی همون نویسنده‌ای که هسته آیه نازل پاپا بزرگ مثلا وقتی که کرونا بیایده من متوجه بود این تمام این سال‌هایی 11 سال پیش جدی شروع نوشتن کن و همونطور که من وقتی دوازان نتونم نویسم به خاطرش که آشپزخانه اتفاقی توی ترکیب میشه توی باید شد غذا باید تیم ببین غذا دوار باید تمیز ببین یعنی ایشان مسئولیت هایی که مخصوصا به عنوان جمعیه در من 22 سال خارج کشور ما یک جامعه ای که جمعیه مردی برابر در تئوری خب اما ایشان اینکه دانن که با این که باید دانم غذا توی یخچال هست با این که باید زانم پنکری لازم نمید این ذهن من نمی‌بینیست. من فرار اینجا وقتی کافه یک رستوران یک کتابخانه یک حتی کتابخانه هم این امکان نداره ندارم بچه بازار شاید به این دلیل که همون منتظره فکر میشه که چه فکر تو فکر کنم توی از اشعار هم تو تونده داستان بنویسه دارم ممکن بدید که کافه خیلی بود مردمان سوئد مردمان ما خیلی مردمانه جمع مردی تو چوب دواری همه رفتن از سرکار مقامه پیش ترکیب رو بنویسم وقتی که وقت جامعه است کافی شاپ ایجای نمیتونم و مردمان دیگه تو بهتر شده بنویسم یعنی بهانه مثلا دنبال بهانه بگرد و بنویسم هر جوری که منطقه هر جوری که منطقه یک چیز دیگه هم خوبشونه تجربه منه تحقیقات وقتی که نویسم وقتی کتاب چاپ می‌بینید انتشار اتفاقات زیادی یک اتفاقی که تو می‌کنی که تمام کسانی که دور بودن چه تشویقش کنن شده تردید بکنن آگهان و تو منطقه اتفاقی که برای من برای این کتاب که یک گروهی که شدید در ادبیات همهش کنجوی دقیقه میگه کتاب چاپ نویسنده و مصنفات چاپ منش کامل ترک کن و این شوری رو ما وارد بکنیم مدتی رو نفهمیم چی بود ممکنه جامعه به آقایون به اتفاق رفته ممکنه ولی موقعی که مهاجرت این اتفاق گشته بوده و خیلی خیلی سختی از این اتفاق یک دید خاطری هم تصویر میشه که اشکوت از اینجور بلا بچین با هم خصوصا میدوز داشت تعریف کنه کتاب نوشته ولی میدوز چوبی به بعد داشته دور بالا و نزدیک قربانی رفته نوشته که منم بلد نویسنده بکن ولی من نویسنده چوبکار نیست یعنی میدون باشم که خصوصا برای ماشون جمعیون فرهنگ ایرانی به فرهنگ بلوچی به فرهنگ خاورمیانه حتی به فرهنگ سوئدی جمعیونی که دنبال رویاهان رو بلوچ یک کار دیگه میدونم به جز موضوعتن به جز همسر بودن و حتی بورودی که خیلی تمام وقت میدونم یک جورایی تلقیم نمیدونم که تو مادر خیلی خوبی نهست از چوکا مادر بودی بگاه همسر بزن واش حواست بیرونیسته سندر بایی که یک دوارت دارم اوکی میری دوار خیلی عالی و قشنگ و بفکر نه چون که نیاز بود شاید 10 سال بعد دوار منم خیلی شیک میدونست دوار مثلا همسال نمیدونم ولی اول سید مواظبت کردم اصلا نویسنده تو وقت مواظبت کردم خیلی خیلی عشق بدم یعنی که این خبران نمیشن این خبران اذیت آزار من کنم چون من چون که نویسنده رو موافقه دیدم اتفاقا من خیلی خوبی وجود دارم چون که یادم که من بیت رویان نشتم من باید این داستان رو بشتم و زمانی که روزنامه یاد میستم که با این کتاب نام بلوچستان تاریخ من رو دیدم وقتی که نام بلوچستان من تو در یک کشوری مثل سوئد که هر کتابی قبول ندارد یعنی مثلا تعارفش کتابی که خوب مبی ارزش ادبی و بی‌ماندگار رو اصلا نشانند یا این روزنامه حسابی شدن دیگری کردن وقتی که
مدیریت وقتی روزنامه ها داره توش می‌نویسن که نام بلوچستان توی کتاب چون بود من افتخار به ایشی که من به میتویا جدی چاره و جدی وقت بهش تمام آشقانی که بیرون بود تمام تحقیقانی که نکردم تمام اضافه کاری که نکردم که پول اضافی در بیارم اون خوش بودن واقعا ارزشی هست یعنی هر روز باشه بودن خودشی ارزشی هسته شاگردان من که دوره دبیرستان و خیلی خسته و درس هی دوست بشون که چند روز من دیگه تصورتون از روز چیکش به کارون تصمیمیه شما لباسای اسپیت بلوه دستگل و دستونه و داری ناخ چکنه از سرمانه دوالات و شما تو همیشه جلو و لحظه سختی که هسته چند روز من خیال بودم که آن روزی که کتاب خود دست بگیرم چه لذتی هسته چقدر شیرینه خصوصا این کتابان به کتاب بلوچی که من حسرت بوده که چوبی هرچی مال بلوچی نوشتن نیست کتاب نیست چوبی شعر ترانه به بلوچی مفاید در ترانه‌های چوبی منظورونه که مثلا هست من گشنه مامانتون غذا فانچه هسته خب به چه شیب و بلوچی مباید چوبی ما افتخار نه افتخار نه نکنم باشم که ما باید فکر کنیم خیلی وقتا بهتره از دیگه فهمیم ولی هرچی زبان معادلی هر انسانی داره هر انسانی شیری توی زبانه هرچی ما رو نباید شیری بیده دقیقاً موقعی که یک محل کاری خوب الان بحث شیرینی و نزدیکی و آغوش مادر و این چیزانش در واقع منش نزدیک و موقعی یک محل کاری یک جای سختیه موقعی که در وازی کنه اتاق وزه مات تگنده و مات تبری کنه یک حس دیگری رد و بدل بود کتابان هم همشین وقتی که شما گفت که وقتی کتابش پچک و آچوک و کنگشتش در مورد ما نوشته در مورد ما آغوش باز کتابش پذیراکو در واقع برایشی که ما احساسات یک انسانی نزدیکتر ببین باید چیزانی که آغوش گرم برای آییم من در واقع از ادبیاتون خوشیه ادبیات آغوش گرم کسی که از ادبیاتی خوش نه ادبیات در آغوش نگیرد مثلا چی مثالی بیارم حالا هر چیزی که تو اندبو به غیر از این چیز و زبان ما شما زبان بلوچی یک جاهی زبان بلوچی بگه نوشته شده مثلا ایشی در مورد ما نوشته مثلا ایشی مشتاق بین چی نوشته و ما سعی بکنیم این چیزانی بنویسیم که واقعا اصولی ببین برای چوکان ماشما برای ماشما وقتی که با یک ذوقی طرف آیان روی این طرف چیزان روی واقعا برای ما چیزای مفیدی ببین چیزای الکیمه به حالا سنگنده یا نوشته الکی هم نوشته روی برای مسخره‌بازی وانی هندین تمام بل ای کاش مایی که دغدغه مندین یک مثلا مسئول این چیزانی یک چیزانی پیاده بکنیم یک چیزانی بنویسیم که مفید ببین برای جامعه ما برای کسانی که هم نوع ما تشکر کنم هرچه من یعنی خیلی در این مورد بحث هنر متعهد یا تعهد نویسنده به جامعه خیلی من تو در بحث کرد ولی ما باید در من الان مشغول یک رمانی که این شخصیت ولکن من نهه یعنی من هزار کار دیگه کار اداره هست کار مهم هست حالا انجام میدم ولکن نهه شخصیت ها باید نویسن بگیده درد وقتی میتونه ما بگوشیم ما باید بنویسیم درد آن مردمه نمید که من رو مقاله کار دیگه و درستون بعدن یا اون سراغ این داستان دارم
این داستان الان باید این شخصیت ها الان کرده من درونی هم باید نیستن پس وقت خیلی با ارزشه وقت اگه من اینستاگرام خانوادون میبینید رو مثلا هر هفته رو مهمانی یا عروسی یا نظام فلان خیلی رو شیشی برش من که ببینید رو دنبال فرده یا اصلا نیسته ببینید داستان مهمه همش ماشون خیلی زمان کم و وقت کم دیده برای بستر و برای بشه بسیار زنجان Well, we do have to capture the net against mental and the من سلام دارم تو درمان کتابان مولازیه اور واجد تو بانکانی این کتابان شده می خوشحالی رو خوشبختی که شما کار ماشین رو شما گیندی حتی که شما راه تو ماشین رو من چون جز هستم که شما من هم که موجودی من چندین جز هستم که موجود هست ما على استرس بس ولا خیلی شما استاد شما استرس ما وقتی که این من کردن که شما نوشته و شما کتان که بانده ما مثلا این دست نکردیم امید دستیم که شما دست رسیم ما خواهد باید من اولین دوستیم که نویسنده آدمی که نویسنده پای وظیفه چی شما پشت چی بنویسید بله شما نویسنده وظیفه نویسنده وظیفه هست یعنی چه تأثیری در شاگرد در جامعه دید که یک چیزی اثر ایجاد دید دیگر رشمون نمی‌خواهد شیء من اولین جزء دومین جزئی که شما به اولین گفتن که پویتری پروفنسی که مثلا به دانشجویان مجموع که نویسنده کم آدمی یعنی مجموع بیشتر شاعر هستن نویسنده باز کم مجموع نودی وزیده نویسنده در جامعه بلوچستان که جامعه نویسنده چیه دومین جزئی که خیلی کما معمولیت و مردی سمتونی مورد چین کرداره داستان تاثیر بوده شما مخصوصا شخصیت آزمون هستی سمتونی موردگان من یه جزشم که شما به صورت تاثیر و بلوچستانه شما چین کرده بلد چون اصلا بلوچای نیستن بلوچای که بلوچی نیستن بلوچای که سویدی نیستن شما چین که ارتباط دارد و شمایی که نوشتانتان هم شمایی داستانه هم چی باید چک کنید نشان که بازی تنبیهایشتن لحاظ ادبی و تاریخی لحاظ فرهنگی مخصوصا سلمان که من فکر کنم کاملا که جامعه بلوچستان چون ستاره سوئد به سمت بلوچستان شما برای تصویری بردید یک تصویری ارائه کنید برای جامعه بلوچستان ایشان خیلی راست گفته شما با تیم هستیم شما این طرفانه به دارد گفته داستانی ها اگر اولی بسیم که اصلا فرمان زندگی واقعیه یعنی شما این تقلیلات باید استفاده کنید خیلی داستان شنیسته اگر واقعی خودت شما نباید نویسنده بودید چی از لحاظ کنید رمان بودید نظراتی دارد بیترسانه باید اگر بیترسانه باید چی که تصویری مثل شما بودید احوالات که جسمانش هست و زندگی شما بیتر بودید چی که تصویری بودید و یکی که جزم باید باش ازش نمیشه
معنیش کنش از آخری سوال کنیم چه کسی ویرایش بوده این داستان رو بررسی کنه و چه اینکه بی‌طرفانه بوده این داستان و این تصویر از بلوچستان راستش در یک باید نویسنده بسی دنیا نویسی و هیچ جا من نویسنده بودم دیگه نویسنده من فکر کنم دلوقتی که چیزی که من دیدم و من تقریبا برای فیلم نیست که حتما درست این طبع کاملا و این تصویر از بلوچستان درون همیشه خب همزمان تلاش شد و البته تلاش شد زمانی که نوشته بود که آن چیزی که نمی‌دانم از بلوچستان مردم بلوچه نشان میده ممکنه اشتباه میده ممکنه شما باید هزار نه این کتاب در میگه ولی دنیا منه قصه من داستانی که من دیدم به من وحی بوده من خیلی اعتقاد به این موضوع هسته که داستان من به من یایم من انتخاب شدم شخصیتان یایم من انتخاب نمیدم به فیلم نیستم بعدش نیسته دارم من زحمتی که کشون فیلم که نیستم و دفتر بلدم به هم منتظرم به نیستم حرف بزنم تا یک داستانی بیایده که حس کنم چیزی که من رو بود شد و هیچ کس متاسفانه من چون توی یک رومانی من اصلا به این موضوع فکر نکردم بدون یک بلوچ رومانیتی تا بچاری آیا تصویر درستی یا تصویر غلطی چون تجربه باشون چیمونی داستانه اگر یک کیلوتی بیتی تصویره به دنیا نشان بدم وقتی باید جا آیم هست به همین دلیل تصویری که من داده سوال بعدش باشه که رابطه با نویسنده های خصوصا بلوچ متاسفانه هیچ گونه رابطه نیسته من امید شیرد که وقتی کتاب چاپ بود حداقل من چند جا مطرح بود که حداقل همچین برنامه ببینی اینترنتی چون زمان کتابی هم که کرونا یک همچین برنامه ببینی دلم بوده که 4 تا بلوچی که این کتابش وانتر منظر و مثل شما بیان باشن که بیتی نگاه باید درسته که من بلوچ همچین تصور کنم یا بلوچستان تو بچه ده چون تو بچه کلانجا چون بود چی؟ نیاز هر نویسنده متاسفانه انجام نگه به دلیلشی که خب من فکر کنم مشاهدان کم متاسفانه نه فقط بلوچستان ایرانی ها مثلا نزدیک دوستان من که مرتب تشویق شدن و افتخار کردن مرتب بورم بودن وقتی من دوست شدم کتاب تو وقت نبودنش من باید کنجکاو بودم چون که آقا خداوندی کتاب تو چی نوشته دارم از برای فضولی هم منطقه چون کتابش من کنجوش چی نوشته بعد کسایی که دیدتش این راه ندراجه مثلا 11 سال دیدتش که هر نظامش این گردی هم باشه نتونم من دارم داستان می‌نویسم یا دیدتش که کتاب تلویزیون جلسه روزنامه نقد بود جایزه برنده برای خیلی از جایزه ادبی نامزد بود و تو با خاطر کنجکاوی و حالا چی تو هزار دلیل می‌بینی چی که مثلا من از پیمانه خلاصه خوشم نیده باشه فابقات کرد و هیچ کسی من هیچ انتظاری از نزدیکترین کسی و من نیست که کتاب رو که پان خاطرشی که مثلا دوست یامی همسر یامی ولی آرزو و شگفتیت برنامه بودی از ایران بلوچ شیرش بانترم میتونم نظر بزن البته جمشتم چند تا جدیدن خوشبختانه کنده چند تا از عزیزان بلوچ دیگه میدید و خیلی لطفش خیلی منش دوست داشته که اگر
اولش بوده باشه که کتاب خوب از فعالیت ما خوشحالیم ما مردم این دوستان هستم که یکی رو تمام نگشتن اون شناسشی که باز نگشت و انتقاد باعث میشه که من نویسنده مشتری نویسنده انتقاد باعث میشه من معلم شرطی معلم و ایشی که من خیلی استقبال کردیم و امیدوار امکان چی منفات این توان کتاب من رو به این وقت و من رو به این کتاب به بلوچی وقت رو فارسی ترجمه کنم که بزارم برای شما من شما نظر کنید و شما یک چیزی بنویسید که بهترش نمی‌بینید و این کتاب رو بنویسید که 10 برابرش بهتر بود و من به شما آرزو خواهد کنم چون که من شما رو واسه نویسنده خیلی دارم سمفونی مردمان آیدی هیچ گونه نزدیکی بهش نیسته چون داستان ها کاملا خارجش برای کودکان نوجوانانه و آفتاب بزرگسالانه و کتاب بسیار تلخی خیلی غم‌انگیزه البته که من دیدم مسائل دردناک یافتم و محبول بیتی میری و به شکل خیلی من و همش نمیده که مثلا تفکر که خوبشی برای چوکان تو سنگی میگیده ولی وقتی که مدارس رفتم و میگه بساب چوکان نظر داد خیلی لذت شد خوبشی که تو با عنوان نویسنده چوکان جدی گرفتن مسائل مهم مطرح دیگه چی موضوع نباید بپرسیم که کتاب چوکان و کتاب کودکان و جوانان خیلی مسائل مهم بود که مطرح بکنم چوکان خیلی گشته چی ما تو فکر می‌فهمم ولی آقای عباس معروفی کاری که کوچی این کلاس‌ها دیگه دوستانی که من شاگردی تو شد که به ما یادتون منتقد به منتقد میتی کار بودیم بعد هر مرتبا نقد بکنیم تمام داستانا رو قطع بکنیم نقد کنیم قبلش میده این دیگه بانی و بعد تو بفهمید که اگه اول اصلا رفت به این داستان من نداره یا این که اصلا این صحنه اصلا برای این داستان خوب نه و بعد بدهید دست آدگر و مهمترین موضوع متفرد شکل که ما یاد ما نویسنده هم دیگه رقیب نمیم پوستور رفاقت خیلی مهم خیلی مهم مخصوصا این موضوع بین جنایان خیلی با ارزشه که همین مسابقه‌ای که هسته من قبلا برای بار گذشت که مادر نمونه یا کی من موافقتیم بخاطر که من فلان کار کنم فلانی ما بحثی کنم این مسابقه باید حواس ببینه که من یارمش وسط دارم یه چی ببین باشه ادامه که کاری بکنی دنیا جای بهتری میده و وظیفه نویسنده هیچ وظیفه نویسنده نما فکر کنم هر نویسنده‌ای آن چیزی که دلی رو کی می‌سیده آن چیزی که نیازی که می‌سیده ولی برای من مهمه هر داستانی که نویسم در اون بلوچستانه به یک دلیل نظام چیه به این دلیل که من منطقه بلوچستان 22 سال من مهاجرت بودم من حرکت بلوچستان نشتم و همون زندگی کنم شیب برای هر نویسنده‌ای متفاوته فکر کنم که یکی بودی یک نویسنده‌ای مثل هم خانمی که من نام میگه که ولی هیچ وظیفه حس نکرد داستانی ما با خاطر کنجکاوی و به واقعا در مورد مطلب تو کتاب جنایی هم تو من هیچ معنی بار به جا نگردم و منتقدین ادبی باشم که کتابان آشعارم تنسوه اما همیشه باعث بوده که بازی خواننده بکنم کتابان رو شروع کنم برم کتابای ادبی دیگری بکنم یک بخشی که کتاب آقای معروفی دارم موضوع به موضوعی دادم که کتاب آموزش‌پسند باعث دادن که
4 تا نوجوان شروع کردن به کتابخوانی وانندش رو بعد اصلا خسته شده مثلا خواهی داره یا همینگوی بود و 3 کار بوده کلاس داستان‌نویسی کتاب سرگذشت ندیمه از مارگارت اتوود که کانادایی نویسنده که سریالی هم شما حتما دیدید. خب باشتون رو باشیم که این خانم وظیفه انتظام‌تر که اتفاقاتی که در دنیا کفتر و باعث بوده که زندگی انسان خراب بیته وظیفه انتظام‌تر به ایشون رو سخت بکنه ببینید که دوباره اتفاق اما یک کتابی میتونه انقلاب نکنه بالا آور محدود باز اتفاق نکنه انقلاب و نتونه باشه نویسنده حتما باید وظیفه بگیره هر نویسنده‌ای متفاوته هر نویسنده‌ای باید چیزی که مال وطنی بنویسه این سانسوران باید بیایم کنار که من میام با سانسور رو کنم آن چیزی که رو من نویسم آن چیزی که نویسم تو فکر کنم وظیفه من رو من نویسنده یا نیاز جامعه ولی نیاز من که در دلت مردم نیست و فکر نکنم که این انتظار از دیگه نیست که همه نویسنده باید جمع شد نویسنده باید مصور متنوع اتفاق ببینید یک دفعه عشق می‌نویسید و چی نه جوانی که الان عاشق تو دنیای دیگری باید به تو چند کتاب در مورد عشق ما لذت ببرید کتاب در مورد سوگ باید ببینید منی که عزیز دست داشتم ولی کتابم رو چاپ چطور کنه که کتابم رو من کمک کنم ولی نمیتونم بشه حق نداشت می سوالات جواب دادم ولی من وقتی که میگم که شما پیشتر لوتان کیشی بود شمالیتی ممکنه بشه که شما سیاسیوی نه که داستان نامیان میزید یک تخیلی و شما بوریت جامعه حرکات به یک از جامعه که بدن یا جامعه که انسان زندگی انسانان قدیمی بدن بود شاگرد بود با این دین و تصمیم شما نمانید باشه که من دینیا و دیگران داستان می‌نویسم و هیچ کس بدان رسانه ممکن است از سوشی می‌کنم تو مثل که شما دینیا رو ندارید شما بازدهی دارید لا ما استقبال کنم ما استقبال اشیاء نیت نکنیم حتی کتاب رو نیت بدون چیز کتاب ما بیمونیش که بکنم خیلی بده ما استقبال کنم ما اولش مرد و ما اصلا نیاز از هم دیگه نکنیم اگه نیاز بودی باشه اگه چیه کنیم اگه تو مشهد میشته که با هم گفتگو کنیم من نیاز به شما تو شما رو دارم من وقتی که این ارتباط برقراری با مردم رو باید انجام بدم من نیاز هستم که به دوچار سوئیل دیگه با ما جشن برنامه دیگه برنامه دیگه تاثیر اکتوبی جشن بدونچی بگیم ما رو نیاز به این چوبگاه این جشن ها 4 تا بدونچ بگیم اصلا این نیاز هست انسان نداری نیاز از انسان بگیم من سوئیلی که همسالی که من گیم رو کن فقط سامنه کنم بخاطر که من نیاز هستم به این ارتباط و من نیاز هستم که داستانهایی که من نویسم یک محیطش شبیه محتاج هم دیگه اجازه از بوده من چارت اجازه هست که خسته بوده که من من جز خوبش من گفتم من که ممکنه در نظر به شما وارد کنه به کمال ها که پیمان مولایی 22 سال پیش بلوچستان داشتم 22 سال پیش هنوز همین شو تحریک بردن شما در زنیا
پیوسته که سلمان برگردی سال سلمان برگردی به بلوچستان خب آقا بلوچستان اصلی باید میدید بلوچستان خیلی صافی من دوست ادامه دارم میشیم یک جامعه بلوچستان که به توی و دوایه میتوانید بکنید که بس که میتوان شخصیتش کنم بفرمایید من رو که جامعه بلوچستان است و جامعه بلوچستان است که کم هم نسبت به تمام اروپا و نسبت بیشتر بلوچ هست میشیم که این جامعه محل آجای فعالیت حزبان پارتیان هست حزب پارتیان سیاسی ایشان واقعا توی این واحدی هست برای کار کنند این حس ناسیونالیستی افراطی به نسبت به بلوچستان حالا یه چیز تصویر بوده در شما این حس ناسیونالیستی باید نکنه چون با باز واقعی دارن هایی که خودتان بلوچستان آنانده می‌بینید باید بلوچستان هستیم هیچ نفسی کنار می‌بینید و کشی که من این جامعه بدون احسان و بدیگوشی که برای در جامعه بدونستم بدونش نفسی در جامعه دارستم این جست نمیدید دومی جست میشیم که ما به بلوچستان کتالوجی مکتوبات چه گوانجی کسته بی کسته بی رومان بی ما کم بیشتر داره گوانجی کسته داستان کوتاه ما به شدت ضعیفه در آن داستان نمیده کمی داستان کوتاه خیلی کمه بیشتر راجع به میشه ترجمه میده یک کسی داستان کوتاه که باید سه کلمه این من خیلی کم بیشتر میدونید چی که شما که بلوچی نیسته آیا داستان کوتاه نیسته شما یا نظرات رمان کار کنید سعیم جست میشین که ما چندی هست ممشونه صورت نیسته شاید شما نامیش کوتاه بنده خدا نامی عباس بزدادی بلوچ دیمشقر هست ایبان خدا کتابی نیسته شیان رومانی سربوز در بیبراتی وزنی بلوچستان تصویر بابا یک کتاب اینا برای تلسون یکی هیچ زبان ترجمه نزده جز سوئد این زبان سوئدی نوشته هیچ زبان ترجمه نزده اگه من اشتباه تلسون مثلا سوئدیه نامی اتلنس سترایت یعنی درختان بیابانی درخت بیابانی این وقت بودن یه حادثه این به زندگی و سوئد پیشیه که منتظری جزبی این جزبی میشه به امکان شد بکن همین هم از زندان می آزاده ولی داستانی هست اگه شما موازینی و یه ارتباط بودوی سنگان مثلا سوئد میتونی شما را که با همین من فکر کنم این خدا و وزن داستان بلوچی بیشتر که بالا ما بهش هم دیگر نرسید اینکه جامعی ها جدا از افسالان و کار جامعی و زبان خارجم چون ما یک انجمن داستان نویسی یک چیز بینون و تشبین کنیم یا حتی شاید ترجمه زبان دیگه در داستان احتیاطی هیچ زبان دیگه ترجمه نرسه برای ما گشت زبان دیگه حالا چی که شما چی که داستان منطقی رو بتوان بودم و اگر نمانده که بسش هست که همین چیزی به شما اتفاق منتوار با صبح هم تقریبان بعد رعایت نکرد و منتوارش منتوار چشمان رو این سوالات نوعات هم خاصه بخشید اول در مورد نقد و حزبای سیاسی که فعالن و تصویر بلوچ در کتاب و اشکال سال خارج کشور دقیقا به همین دلیل که من 22 سال خارج کشورم
خیلی وقتا من نظر می‌دارم مسابقه رو از رادیو تلویزیون اینگو مثلا رادیو تلویزیون فارسی من باشم متاسفم من احساس کنم من امکان شده من نکنم اتفاقی که الان کرده در مورد نظر من اطلاعات خواهیم مثلا همین اتفاق که جدیدن که این مثلا میشه انسان جوان کن اتفاق سراغان ما شده دست داد من نتونم مراجعه کنم مصاحبه بدم به دلیل همه میکنم خاطرش که من اطلاعات نیست من یادم بعد به که دوستان سراغانی من خواهش کنم که شما بیاد مصاحبه بدید بچه‌ها اطلاع من نگفته مصاحبه بدن اولا ما شروعی رابطه که شما استفاده یا شما اطلاعات رو هستیم خانواده داره و به همین دلیل ما خیلی زود خیلی تلاش کنم که در بلوچستان نمی‌رسم بعضی وقتا که بچه یک داستان جذاب برای خانواده‌ها مثلا برای شخصیت سویدی هستن بچه اجراشان بنویسم یک دلیل که نتونم من هنگاه یک دکتر 10 ساله بلوچستان هنگاه دردان مردم ادامه و من رو ویل نکنم و من اصلا تلاش رو می‌نویسنده مردم خاطرش که یک زحمتی باشی که کار حتی خدایی که شب و روز بنویسته آشغال ببین بریچی و دوباره اثر شده و وقتی که کتاب رو سعی می‌کنم دوره ببینید که دوره چوکیان نامت بودید که تصویر درسته هسته از مدارس از کوچه و بیابان از رابطه‌یان به مردم و اتوماتیک کنیم که 14 سال این خانواده در حین جنگ ایران قرار کنم یعنی اجتماعی دوره این کامل چون یعنی سر بوده که با حقیقت نزدیک میده و خیلی اتفاقات حقیقتا یعنی که اخباران رو مانده مثلا صحنه کتاب یادتون در موردش 4 تا دختری که فکر سراغا زاهدان این مدرسه آتش گرفتن و برفتن آقای بیارون که ناشر باشید خیلی دیگه دردناکه مورد جبران شیل دوست می‌کنم همه چیز دیگه هیچ ولی فقط داشته این تکیه سرده اینجور کنیم یا ایشی که چوکان کار به تهران بردفروشی کنم چون واقعیتی که ما شده این کار نکنیم باید ما بیارم میده این داستان اولی صحنه که سلمان به خیابان تهران گرفته کودک‌های کار رو که بردفروشی کنم و واقعیت هم و حزبای بهیشی نویسنده و مستقل اعتقاد منه نویسنده نباید هیچ گروه هیچ فرقی نکنه چی گروهی نویسنده باید به وقتی ساده بود یعنی من تمام تلاش کنم که وصل ما به هیچ جایی حتی تو باشه مثلا آمریکایی که به قول معروف باشن که خیلی معروف پول دست و تحمیل نکنم هیچ کس نباید وصل من وظیفه چون که به آن نویسنده و تون وفادار بگم و آداستانی و تون بردون نویسم و به همین دلیل سعی کنم با هیچ کس همکاری همیشه خوبه برای ما واجبه خصوصا همچون شما روزیده به استقلال خیلی واجبه خیلی تلاش ها بوده خیلی وقتا دور هم جمع بوده مثالش که قبل از کرونا به حقوق فرهنگی تشکیل داد که فرهنگ چیه اینو که به سویدی ها نشان بده و برنامه خیلی جذاب اومد هستن بازم یعنی گروهی از بلوچ‌های استکهلم واقعا ماه‌ها به وقت کشیدش زحمتش کشید و راحت نشین کار کنن کار دوری کنن که جا راحت نشین و خصوصا که استکهلمی که
توی شهری به مردم هر کس که امتحان کاران توشن مثلا تو 8 سوار 5 بیکار و 4 زمستان خسته خیلی وقت من افسرده گرچه تاریخ که تو مثلا 3 ماه رو چه نگیدن من رو دوار دل استراحت بودن گشته باید سیستم خواب زمستانی بیمونده درختان سوئد و با این حال خیلی تلاش کردن یک سری آدم و با ارزش من دوستان هر اعتقاد باشی که هر کس که تلاش کنه که دنیا جا بهتری نه فقط برای بلوچ برای تمام انسان ها الان در افغانستان اتفاقاتی که کرده وقتی که دکتر کنه نوران درس کنه خوشی مستقیم درگیره درگیره ما هم نشتر مستقیم جان درگیره که ما همه شما ترجمه کنیم دیگه زمانی که ما در راهنمایی رفتیم شاید می‌گفتن که وقتی که دکتران خیلی همکلاسان نرفتن درس کنن مفروض بودن شاید ما نتونیم بگیم کنیم شاید باید هر زمان هم که باید تاریخ بیاین و وظیفه مهم من بنویسن ثبت تاریخ ثبت این چیزایی که اتفاق من باید در مورد قتل و ناموسی بنویسم حتی اگه برای من هزینه هست من مثلا که منی که دیدم بیتی همکلاسیان گار دادن یا اینکه سیاهانش گار دادن باید نشد و ایشی که چه که تصویر آجام هست نیسته مهم نه به نظر می‌آید مهم این چون حتی در دنیا یک جنینی آمریکایی ببین، انگلیسی ببین، افغان ببین بلوچ ببین کشر ببین بخاطر هر دلیلی داستانی که باید نویسن و خوب است که ارتباطات روزی در پیشتر انجمن‌های ادبی ما تشکیل بذاریم ولی من فکر کنم این مردم گرفتار زندگی همون که همرد ما با آجار نمیستگیم چون بنو مهاجر زندگی سخت بیده کشور جدیدی و سالها با اینکه اکثر بلوچون که دیگه کردن جا کرده زندگی جامعه ولی مشکلات و دشه سختی و دشه و من انتظار نیسته خوب است که ما دور هم جمع بودیم ولی من فکر کنم که تلاش رو بکنم دیگه یکم که با هم دیگه مهمانتر ببینیم من فکر من زانون که میگی مهاجراتان بلوچستان برای تلاش کنم اگر ما بیاییم تو گروه ببینیم بگوشیم که ایرانیان فرد مثلا دولت برن بر علیه بلوچ یا خود نشتن رو برن تو باستان تو به فکر فرهنگ بلوچ مرد بده بلوچ فرهنگ بلوچ بدارم نه یعنی که آنها فکر کنیم که ما نشتیم فقط به فکر زندگی باید کار کنیم و فقط دوا بگیریم و ماشین بگیریم و زندگی رو آباد کنیم چون هم نگه ماشما این گفتگو لازم برایش که ماشما همده باشته جا بیانه و مهرمانده شد با هم دیگه بنظام چون که زندگی خیلی سخته هم برای شما بودانیه هم برای ما که ایرانی درد غربت کسانی چیزی مشکلات وسیله دیگه انتظاری باید شما بلاک که خیلی سوال جالب و جذاب مرسی پیمانه جان پس شما در مکم و دیگه خیلی هم طول کشید وقت تری همه باز گرفت اگر که چیز نیست دیگه از خدمت شما هم مرخص بین و خداحافظی بکنیم خانم مولازی باز دیگه وقت نگیریم فقط پایس و نام جناب محمد نصرت و جناب جمیل الرحمن نصرتی و خانم شهمیری و همچنین خانم بارانزی هم ایده گرک بگو که بنده خدایان الان جشنواره درگت سوم گلاشن برگزار کنه این جشنواره در مورد داستان نویسی در سطح دبستان و یعنی تا چند ساله فکر کنم تا
12 سالیم الان خیلی درگیریم بنده خدا ما با که نامشو بگیریم که حداقل یک چی بود دیگه که تا ذهن ما شما بمانیدی بنده خدا انشالله یک دیگه با آیم برنامه امید خدا انشالله. سلام آقای ستار. سلام. با سوالی انتقاد آن سوال نیست من سنده نام فقط گشته تجارت میکنم درسی برنامه که خواهش کنم لطفا ما شاید فکر کنیم شما حتی اون نویسنده واسه در نگیده شاید آه باشه ماگیستر ماگیستر استفاده کن قربان شما و شما خدا حافظ شما شبش